خب، السلام علیکم دوملوی محترم. کلمه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر را خب یک جای تلفظ کنیم چقدر ثواب است. البته اینها اصل ذکرها همین 4 کلمه هستند برادر عزیز. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. کلمه استغفر الله، کلمه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اینها دعا هستند. یعنی که هر انسانی که این ذکرها را بگه البته فضیلت ثواب زیادی داره که درباره‌شون حدیث ها زیاد هستند. فقط من اینجا میخوام یک حدیثی را که ترمذی و طبرانی روایت کردن از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه همین برای شما بیان کنم. درباره فضیلت این 4 ذکر گفتن که سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در شب معراج همراهی، یعنی وقتی که در سفر بودیم در آسمان هفتم حضرت ابراهیم علیه السلام ملاقات کردیم، یعنی پدر بزرگوار شد، بابی بزرگوار شد. وقتی ملاقات کردم حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن که ای محمد صلی الله علیه و سلم، از نام من برای امت‌هات سلام بگو. امت‌هات بگو که ابراهیم خلیل الله شما را سلام گفت و برای امت‌هات بگو که خاک جنت بسیار خاک حاصل دهنده است، حاصل بخشنده است و آب جنت آبی بسیار شیرین و صاف و گوارا است. حضرت گفتن که کشتی جنت 4 چیز است. گفتن کشتی جنت 4 چیز است: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این 4 ذکری که ما میگیم حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن این 4 کلمه کشتی جنت است. سبحان اللهش تسبیح خدا، الحمد للهش تحمید خدا، لا اله الا اللهش توحید خدا، الله اکبرش تعظیم خدا. کسی خدا را با پاکیزگی یاد کنه، کسی خدا را حمد و شکر بگه، کسی که پروردگار را به یگانگی عبادت پرستش کنه و هر انسانی که از الله بترسه، او شخصیت کشتی جنت برای خودش جمع کرده است. حضرت گفتن که این 4 چیز کشتی جنت است برای امت‌ها. یعنی این وظیفه را که اینها را هم در زبان در گفتار باشن، هم به معنای اینها عمل کننده باشن.